سلام به همه دوستان فراسوی خودمون که به فن پیجمون مراجعه کردن و تبریک بابت اینکه بالاخره 1000 تایی شدیم و اولین قرعه کشی فراسوی خودمون رو داشتیم توی فن پیج که جایزش هم یک عدد فرمون هستش که همونجوری که قولش داده بودیم کلیپمون رو قراره توی هم فن پیج خودمون قرار بدیم و خوشحال میشیم که در ادامه این برنده خوششانسمون رو با یه روشی که قرعه کشی که هستش ما برای هر اسمی یه کد 3 رقمی اختصاص دادیم که از عدد 100 شروع میشه. خوشبختانه استقبال بسیار زیاد بودش و حدوداً 290 نفر توی این قرعه کشی شرکت کردن و حالا برای اینکه دوستان مطمئن بشن وقت قرعه کشی ما برای عدد اول بین عدد 1، 2 و 3 انتخاب میکنیم چون اعداد بین 100 و 390 هستن. عدد 2 عدد 1 و عدد 3. این 3 تا اعداد رو داخل گوی میندازیم که اولین عدد رو بتونیم از بین اون انتخاب کنیم. این برای انتخاب اولین عدد هستش. اولین عدد عدد 3. پس دوستانی که شانس برنده شدن فرمون ما رو دارن از عدد 300 تا 390 هستن. بقیه اعداد رو داخل گوی میندازیم برای انتخاب عدد دوم. عدد 2. پس دوستانی که شانس برنده شدن رو دارن بین عدد 320 تا 329 هستن و عدد سوم دوستانی که از عدد 320 تا 329 هستن 320 ساره جعفری، 321 وحید یوسفی، 322 علی بابایی، 323 آرش کیان، 324 سیما رادمنش، 325 امین وطن پرست، 326 صالح شاه سوند و 327 صدرا کریمی، 328 سینا ذوالفقاری و 329 سیاوش پاکسرشت. حالا برای انتخاب عدد سوم که ببینیم برنده خوششانس ما کدوم که از این دوستان هستن. برنده خوششانس ما یک دستگاه فرمون فراسو مدل FGW 810 رو میبره که انشاءالله خدمت ایشان ارسال میشه و قول اینو میدیم که این آخرین قرعه کشی ما نخواهد بود. حتما به پیج ما سر بزنید. حالا عدد سوم رو بهتون نشون بدیم و این برنده خوششانس ما عدد 8 آقای سینا ذوالفقاری هستن. بهشون تبریک میگیم. برنده اولین قرعه کشی فن پیج ما هستن که خدمت ایشان ارسال میشه و انشالله که بتونیم با این قرعه کشی رابطه بهتری با دوستان فیسبوکی خودمون فراسوی خودمون داشته باشیم.